از اول قصه بگم، از اونجایی که به دنیا میاد. هنوز بیمارستانه، تماس میگیرن و میگن بچه دختره یا پسره. مامانش میگه که خدا رو شکر سالمه ها، دختره. بعد میگن دخترم خوبه ها، آره سلامتی مهمه، ولی کاش حالا ایشالا اب نداره بچه بعدیش پسر میشه، دخترمون بزرگتر میشه. یه روز میریم براش اسباب بازی بخریم، میره از بین قفسه ها یه ماشین آبی خوشگل برمیداره. میاد بهش میگیم که برو یه اسباب بازی دخترونه بردار. بزرگتر میشه میگه مامان علی رو باشگاه ثبت نام کردن، میشه منم برم یه ورزش ثبت نام کنم؟ میگیم نه مامان جان، تو یا طراحی یا گلدوزی یا خیاطی، یکی از اینا رو خودت انتخاب کن. بزرگتر میشه میگه مامان من میخوام پرواز کنم، فضا رو دوست دارم، میخوام خلبان بشم. میگیم دخترم شما باید پرستار بشی، اگه پرستاری نشد اشکالی نداره معلم میشی. میگیم حداقل بذارید مهندسی بخونم. میگیم دختر رو چه به عدد و رقم. ولی چی میشه؟ همون دختر میشه مریم میرزاخانی، ستاره فراموش نشدنی ریاضی. همون دختر میشه انوشه انصاری، دختری که با هزینه خودش به فضا سفر کرد. همون دختر میشه فروغ فرخزاد و از عشق و زن میگه. همون دختر میشه پروین اعتصامی، بانوی ماندگار شعر فارسی. اگه توی تاریخ سفر کنیم میشه ماندانا، مادر کوروش. میشه پوراندخت، اولین پادشاه زن در ایران که به 10 کشور آسیایی پادشاهی کرد. خب اون موقع نگاه آدم ها به زن خوب نبوده، اما پوراندخت تصمیم میگیره که به کشورش سر و سامان بده و همه اون رو به عنوان عادل، عاقل و نیکوکار میشناسن. همون دختر میشه بیبی استرآبادی که در زمان مشروطه اولین مدرسه در ایران رو تأسیس میکنه، اولین مدرسه دخترانه در ایران رو. همون دختر میشه زینب پاشا که توی تبریز زمانی که ناصرالدین شاه بوده و احتکار و اینا خیلی رواج داشته، 3000 تا زن رو بسیج میکنه، میرن توی بازار و بر علیه محتکران قیام میکنن. اینا رو گفتم که به اینجا برسم. دنیا به زنان قوی نیاز داره، دنیا به شما نیاز داره. متشکرم.